خیلی خوش اومدید به این بخش آموزشی. من سعی میکنم تمام ویدیوهایی که تولید میکنم بیشتر از 5 دقیقه زمان نبره. هم به نوعی میخوام حوصله سربر نباشه، همین که بتونم محتوایی با کیفیت تری رو تولید بکنم. از شما درخواستی که دارم چه این ویدیو و ویدیوهای آینده رو با دقت بیشتر و چندین بار نگاه بکنید تا نتیجه‌ای که هممون انتظارشو داریم حاصل بشه عزیزم. من مطمئنم تمام آموزش‌هایی که داخل کانال قرار میدم فوق‌العاده کاربردی هستن برای 3 گروه. گروهایی که انفرادی کار میکنن، گروهایی که به صورت تیمی دارن کار انجام میدن و شرکت‌هایی که مشغول به کار هستن تو این حوزه. خب اشخاصی که به صورت انفرادی کار میکنن از لحظه‌ای که تصمیم میگیرن که ورود کنن به این کار، این شغل رو به نوعی یه آگاهی اولیه ازش به دست آوردن و تصمیم گرفتن که ورود کنن به این حرفه. از اون لحظه ما آموزش هایی رو در اختیارشون میذاریم تا زمانی که به اوج درآمد، موفقیت و تجربه برسن. توی دوره آموزشی من به شما این قول رو میدم، کسایی که به صورت انفرادی کار میکنن نهایت بعد اینکه کسب تجربه کردن با یه نیروی دیگه یا با یه کمک دست بخوان کار انجام بدن، راه استثالشون رو 1 ساله میکنیم. یعنی راهکارهایی رو بهشون میگیم که دقیقاً مسیر طولانیشون رو فوق‌العاده کاهش بدن، حداقل 70-80% کاهش بدن و درآمدشون رو افزایش بدن. البته این حرفی که من میزنم به عملکرد خود شخصم بستگی داره. این نیستش که من بگم فقط شما این ویدیو رو ببینید و همه چی دیگه تمومه. نه، همچی چیزی نیستش. همه ما بر اساس عملکردمون نتیجه میبینیم و میتونیم از اون بهره مند بشیم. دوستانی هم هستن که بعد مدتی که انفرادی کار انجام دادن میخوان با دوستانشون یا با همکارانشون به صورت تیمی 2 نفره، 3 نفره، 4 نفره با هم هماهنگ کنن، ولی ذهنیت اینو ندارن که درگیر مسائل شرکتی بشن. دوست دارن با شرکت ها کار کنن، به صورت آزاد کار بکنن. ما برای این افرادم راهکارهای خیلی جذابی داریم که هم میتونه افزایش درآمدشون رو روش تاثیر بذاره و هم در پیشرفت کاریشون. و عزیزانی هم هستن که میخوان این کار رو به صورت شرکتی پیش ببرن، چه از همون لحظه‌ای که تصمیم گرفتن ورود به کار بکنن به صورت سیستماتیک و شرکتی این کار رو انجام بدن، و یا اون افرادی که به صورت انفرادی کار رو شروع کردن و برای خودشون تیم درست کردن، رسیدن به لحظه‌ای که احساس میکنن وجود یه شرکت توی سیستمشون لازم هستش و باعث پیشرفت بیشتری میشه. و برای این عزیزانم من راهکارهایی دارم که فوق‌العاده کاربردی هستن و مسیر طولانی مدتشون رو میتونه به کوتاه‌ترین زمان تغییر بده. حقیقتا من خودم از این که میخوام اینا رو به شما آموزش بدم فوق‌العاده هیجان زدم و امیدوارم این کار رو بتونم به درستی انجام بدم. دوستان خوب من آموزش هام رو از 0 تا 100 میخوام پله پله برم جلو. یعنی از زمانی که شخصی تصمیم گیری میکنه که ورود کنه به این کار تا لحظه‌ای که استارت کارو بزنه و شروع کنه کارو، و در تمام شاخه ها چه به صورت انفرادی، گروهی و شرکتی کارشو بخواد توسعه بده، پله پله، پلن به پلن من اینا رو توضیح خواهم داد